وقتی اول برنامه میگم که اتفاقی بیفته که یه سیستم خوب، منظورم سیستم ما نبوده، سیستم ما اوکیه، منظورم که یه فرقی باشه که این اتفاقات توش نیفته، خطی بستی و همیشه شاد باشیم. خوب یه بار دیگه بریم. خانما کیل آماده؟ آقایون که کیل بلد نیستن جیغ بزنن و سود بزنن. هر وقت گفتم آماده باشید. 3 2 1 مرسی. یه نفر از آقایون دیدم این وسط کل کشید. خدا شاهده مثل زنگ خونه قدیم. کی بود کل کشید؟ خودش کل بکشه یه بار دیگه. این صدای بوغلمونه عزیز دارم. کل کشیدن. ببین کل کشیدن اینه. یه نفر این وسط گیر افتاده. خب بایستا بهتون بگم. ببین کل کشیدن اینه که شما یه دونه کلمه ل، چه کلمه ای؟ آفرین، ل. کلمه ل رو چند بار باید زیر زبون تکرار کنی پشت سر هم و دست بزنی درش. 1 2 3. باز آیون ل رو میکشی دست بزنی درش. 1 2 3. نه باز عزیز دلم گفتم دست بزن درش. کجا داری میزنی؟ در دهنت منظورم بود. حواست باشه عزیز، وقتی میگم ل رو بکش دستو بزن در دهنت. خیلی هم عالی. بریم ببینیم برنامه رو شروع کنیم، ببینیم از چه دهه‌هایی توی جشن ما حضور دارن و یه برنامه عالی رو داشته باشیم. بچه‌ها سکوت رو رعایت کنید. از اینجای بعدش قشنگه. میگه که ما از دهه 40 و 50 و 60 و 70 و 80 و 90 و 100 داریم. چرا کسی هیچی نمیگه؟ 1400 روز به روز در حال پیشرفتیم، ولی روز به روز داره اتفاقایی میفته که با دهه 60 و 50 و 40 اصلا عجیب غریبه. یعنی یه اتفاقایی داره میفته که واقعا خیلی عجیب و غریبه. مثلا دهه 1400 تو جشنمون داریم. هر کی دهه 1400 به دنیا اومده، بچه‌هایی که آورده دستشو بیارن بالا ببینم. 1 2 3 4. تعدادشون زیاده. ای بابا، 10400 یا که باهاشون اصلا کاری نداریم. چرا باهاشون کاری نداریم؟ چون 10400 یا به خاطر زمین به دنیا اومدن یا به خاطر ماشین به دنیا اومدن. اینا اصلا برنامه ریزی واسه شون نشده کلا. تا گفتن ماشین میدن گفتن بچه بیاریم، یالا 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 بچه. تا گفتن زمین میدن بچه بیاریم. بعد اینا چرا باهاشون کار نداریم؟ چون دهه اینا یه اتفاقایی داره میفته که عجیب غریبه. مثلا یه آهنگهایی واسه این 10400 یا پخش میشه که تو ذهنت هم گنجایش نداره. یه دونه 10400 آهنگش گوش کنید. سلام عزیزم، قربونت برم. خوبی؟ ای جانم. این یه دونه آهنگ 1400 بود. فکر کنم فرمول دست زدن رو هیچ که بلد نیست. ببینید فرمول دست زدن اینه که میشه نزنید وسط اجرای ما که همه حواسا نره اونجا، ممنون میشم. فرمول دست زدن اینه که یک دست و یک دست دیگه به هم دیگه بخوره میشه دست زدن. خیلی ساده است. من اصلا میتونم ببینم کیا بیشتر دست میزنن و کیا نمیزنن. یه فرمولی داریم ببینیم خانم‌ها جدا بشن، آقایون جدا بشن. یه انرژی رو ببینیم. آقایون 3 2 1 گفتم یه دست بزنید که بدونن اینا واقعا دست زدن شما خیلی زیاده. 3 2 1. آها ببین نگاه به صداش، دستاشو نکن، تعدادشون هم ندارن. خانم‌ها یه صدای دستای شما رو 1 2 3. وایسا
چرا خانم‌ها میگم دست بزنید سری همراهش یه دونه اگه قرار باشه اینجور باشه که برنامه ما خیلی بد شارژش تموم شد. خب شارژش تموم شد. قراره تا آخر برنامه این فرمول داشته باشیم. خانم‌ها یه بار دیگه دست بزنن. اون خانم‌هایی که دست میزنن وسطش یه دونه اون رو نمیخوام اضافه کنید، فقط دست بزنید. خانم‌ها یه دست بزنید. وایسا شما چرا اومدید تو زمینه ای؟ اینجا عروسی نیستم، اون یک پابلینگ مادرم اینجا برید که دید بزنید تو زمینه ای. مادرم اینجا نیست. بلاش میشه دو مردونه بلاش بیا اینجا نبینم یالا هم نگفتی بلاش. آفرین. تو چه کام میکنی اینجا؟ خب ما یه گروه آ داریم یه گروه ب. گروه آ این ور میشه، گروه ب این ور میشه. گروه آ یه دست بزنن. ماشاءالله به انرژیتون. گروه ب یه دست بزنن. آها دمتون گرم. حالا گروه ب دست بزنن. سکی گروه ب یا گروه آ. حالا گروه آ دست بزنن. آیه دستایی که دست رو بردی بالا. گروه آ این بره. دقت خیلی مهمتره عزیز دلم. آره گروه آ، گروه ب، هر دو گروه صدای دستا. خب من یه تمرینی به شما یاد میدم، تشویق ایسلندی بلدید که ببینید گروه آ این ور میشه، گروه ب این ور میشه. هر وقت گفتم 1 2 3 گروه آ یه دو دست میزنه. 1 2 دست 1 2 3. دوست رو کنم دو دست برند نیستید یعنی دو تا. ببین 1 2 3. آره فقط 2 تا. 1 2 3. آروسی واجه بسته دارم قشنگ گوش کنید. 1 2 3. اینایی که لحش میبرم یا گوشت میگیرم یا میبرم بسیدن دست 2 تا. 1 2 3. بس 1 2 3. بغل دستی ها تو که لحش میبرن حواس باشن نزد تو خراب نکنن. 1 2 3. آقایون وقتی گفتم 1 2 3 یکی تک دست فقط. 1 وایسا اون 1 2 وایسا 1 2 3. یاد بگیرید ببین نه من خجالت بکشید از 1 2 3. ایوه 1 2 3. در اصلا خورد بشنن. یکی 2 دست شما نمیدونم چطور زندگی رو ببرید. یکی 2 دست ببین اینجور تمام. صدا دیگه نیاد. همراه من 20 و نمینید. سه بارون که داره میاد تیپ تیپ تخت توخ تخت. خانم ها مسخرتون میکنن یا آقایونن؟ جدی میگم یه لحظه حواستون به من باشه با صدای دست من جان. آره باریکلا آفرین. این منو میکنم تک دست. فکر نکنم تک دست هم میتونم. تک دست بده. 1 2 3. باریکلا یک کاری کرده. حالا این 2 تا مثل چطور بشد؟ نمیخوام همون تک دست. آقایون 2 دست میخوام بزنیم. 1 2 3. دم آقایون گم. خانم ها تک دست. 1 2 3. اینا بچه قاطیشونه حواسشون نیست. 1 2 3. آفرین. شما تک دست آقایون 2 دست. این 2 تا با هم دیگه ترتیب میشه و یک آهنگ ایسلندی به وجود میاد. 1 2 3. تک دو 1 2 3. چه کار داره میکنه اگر هم یه افتاده شروع بکنه آروسی بره خودتو گرم تو دو برنامه.
اعصای من بیاد سر جاش، وگرنه اینا تا صبح تپ 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 کار نداریم. 10,400 رو که گفتیم با یه آهنگ خاصی دارن به دنیا میان و اینجور چیزی و اتفاقایی که میفته کار بهشون نداریم. 10,90 دست بزنن. اینا گوزیلای آینده هستن، اینا آدمخورای آینده هستن. یعنی این 10,90 کاری کردن که خدا شاید 10,60 و 10,50 جرأتشو نداشتن. یه نمونهشو واسهتون بگم. مثلا شما جرأت داشتی 10,60 و 10,40 شما جرأت داشتی به بابا بگی بابا یلا دلشو خرشو سوارت چم. ولی 10,90 میگن تازه اگه بابا دلار نشه به مامانش میگه مامان دلار نمیشه. مامان چیکار میکنه؟ نمیاد بگه زشته، بگه دلشو مرد بچه میخواستی باشه خربازیه چیزی خونی. بعد این 10,90 یه آهنگایی تو دههشون زده میشه که اینا هم کلا همشو حفظن غیر از درسای خودشون. یه دونه آهنگ 10,90 رو گوش کنیم با هم دیگه. کجا؟ کی باید همراش بخونه؟ 10,90 وگرنه این آهنگ اصلا مفهوم چیزی نداره ها. همراش میکنه. وایسا ببین چجور دارم میخونم خدا شاهده. حالا بگو کتاب فارسی تو بخون. بسم الله الرحمن. بعد یه آهنگ دیگه هم دارید که ببینید این مرده رفته توی طویله این آهنگ رو پر کرده. اینا واسش آهنگ درست کردن و همراش میخونن. یه آهنگ 10,90 دیگه رو گوش کنید. ببین 10,90 با چه آهنگایی دارن زندگی میکنن، چه کارایی میکنن با این آهنگا. بذار من یه چیزی رو بگم. ببین عزیز دلم تو این آهنگو که همراش میخونی این بنده خدا رفته بود تو طویله میخواست گوسفنداشو بشماره، میگفت ار تک تک تک. بعد دید یه دونه گوسفند نیست، صدای این چوپونش زد گفت غفور غفور. بعد شما میای این آهنگ همراهشو میخونید. بازم داره بلش کن. من با 10,90 بعدا صحبت میکنم، کار باهاتون دارم حسابی. 10,80 دست بزنم. 10,80 دست بزنم. 10,80 خدا شاهد تعدادشون بیشتره. 10,80 کلا بی حالن، بی جونن. جانم میکروفونو بدم همون چشم. این قربونت برم من. خب برو پایین، من آخر برنامه میارم بالا. باش عمو برو قربونت برم من. 10,80 یه بار دیگه دست بزنم. آها ببین ما 10,80 کار نداریم. چرا باهاشون کار نداریم؟ چون 10,80 اصلا اینا کلا شکست عشقی به دنیا اومدن بعد دست پا در آوردن. اصلا کلا 10,80 اینجوریه که ببین اینا زود خیلی باورن، خیلی زود اعتماد میکنن، خیلی زود رفیق میشن، خیلی زود ازدواج میکنن، خیلی زود هم طلاق میگیرن. انشالله این اتفاق آخری دیگه نیفته. چون من مورد داشتم یکی از رفیقای خودم 10,80 ازدواج کرد، من نتونستم عروسیش بدم. یک هفته بعد رفتم گفتم داداش شرمنده من نتونستم عروس بیام، انشالله یک کادویی واسه میارم. گفت نه آخه بابا ما طلاق گرفتیم. بابا بذار یک هفته این مور 20 سال خوش بشه. یعنی ما قدیما خاله بازی میکنه بیشتر طول بکشید. الان یک هفته سری ازدواج طلاق. بعد ببین این 10,80 قراراشونو کجا میذارن؟ خله‌بری قبرس. میگم اونجا کسی شک نکنه. یعنی مورد داشتیم دختر پسر رفتن تو خله‌بری، بعد پلیس اومده. یا پسره که خاک دوست داره پلیسه. بیش همونجا فاتحه بخون. نشست فاتحه خوندن، یه دفعه پلیس اومد گفت شما دو تا چیکار میکنین اینجا؟ گفت هیچی ما سر قبر بابامونه داره فاتحه میخونیم. یه پلیس یه نگاه به قبر کرد دید پسر بچه 5 ساله نوشته. گفت این که نوشته پسر بچه 5 ساله خب چه اشکالی داره پیرم تو بچگی مرده. بعد این 10,80 میرن تو همون قبرستون، بعد از طلاقشون یه آهنگایی گوش میدن که به زندگی خودشون و دهه خودشون ربط داره. آهنگ 10,80 گوش کنیم. حالا همین بخونید. اون که یه وقتی تنها
نگاه کن چه سری هم تکون میدن. دل بی کسم بود تنهام رو داشت رفت از بی خیال نمیخوام فاز رو غم کنم تو شب جشن. از دهه 80 ها میایم بیرون میریم سمت دهه 70 ها. دهه 70 دست بزنن. دهه 60 ها که نسل سوخته هستن، این دهه 70 ها پدر سوخته هستن. ببین این دهه 70 ها چرا بهتون میگم؟ چون از دهه 70 به این ور این اتفاقا شروع شد. ولی این دهه 70 ها هرچی بودن حجب و حیا داشتن، هر کاری میخواستن بکنن واقعا کسی نمیدید نمیشنید. مثل الان نبود که یه خانمی که از خونش بره بیرون. این دهه 90 ها و 80 ها چیکار میکنن؟ میان وسط کوچه داد میزنن، میگن نرو مریم میدونی عاشق چشماتم. نمیره مریم. چقدر آهنگ باحال میخونید شما. دوست دارید با من آهنگ بخونید؟ خب بریم ببینیم کیا جواب میدن با هم دیگه. عمو زنجیر باف، عمو زنجیر باف، زنجیر منو بافتی؟ آقای رضایی این دفعه خاله شادینه بیارید، اینا فیلم بیشتر دیم حال میکنم باش. خب عمو سبزی فروش، عمو سبزی فروش، سبزی کم فروش، سبزیت گل داره، درد و دل داره. عمو سبزی فروش، سبزیت آشیه، احمد نبود عمو سبزی فروش، سبزی کم فروش، سبزیت گل داره، درد و دل داره، این آهنگ دل داره. اگه بریم با سازان و قاره حالا کنار بده 3 2 1 افتاده. یکی از هنرمندای کشوری اینجا هستن، شاید باورتون نشه که قرار معرفیشی کنم بعداً بیان اینجا. این اتفاق ویژه و اتفاقی که همراه من بودن از شبکه نسیم همراه هم دیگه بودیم و یکی از داورای شبکه نسیم رو من آوردم اینجا که شماها هم در کنارش باشید. یعنی یه جای دیگه اجرا داشتن و اینجا اومدن. کار ندارید وقت معرفیش معرفی می‌کنیم. خب بریم سمت دهه 70 اومدیم کنار، بریم سمت دهه 60 دست بزنم. آهان چه دستی میزنن دهه 60ها. به اینا میگن نسل سوخته. اصلا میدونید که واسه چی به اینا میگن دهه 60؟ چون اینا بچه بودن هر چی میخواستن بهشون میگفتن بیا. به خاطر همه اینا بهشون میگن دهه 60. بعد اینا یه اتفاقایی تو نسلشون افتاده که اصلا عجیب غریبه. این دهه 60ها خیلی مظلوم بودن، خیلی ساده باور بودن، خیلی 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 صبر عجیبی داشتن. چرا صبر عجیبی داشتن؟ چون اینا یک هفته میشستن پای تلویزیون که ببینن توپ سوباسا میره تو دروازه یا نمیره. مرسی که اومدن و گفتم که اینقدر دهه 60 خیلی ساده بودن. دوستان یه مهمون عزیز